салом алейкум тамошобинони азиз. Инак барномаи навбатии интеллектуалии Happy Steps манзури шумо мегардад. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар иштирок меварзанд. Биёед як ҷоя бо иштирокчони имрӯзаамон шинос мешавем. Хушомадан ба барномаи Happy Steps. Introduce yourself. Hello, I am Rahmatova Amira. I am in class 7 and I study English at Rashidanish. Рахматова Амира. Hi, my name is Икромова Нурия. I am in class 6 and I study English at Rashidanish. иштирокчои имрӯзаи мо Нурия ва Амира мебошанд. Чӣ хеле ки шумо огоҳ ҳастед, биёед аз рафти барномаамон, яъне ки чӣ даврҳо мо дорем, иштирокчони имрӯзаамон Амира ва Нурияро шинос кунем. Даври аввал дар монитор ба шумо 20 калима пешниҳод карда мешавад, яъне ки 10 калимаи он барои Нурия ва 10 калима барои Амира. Аз тарафи дасти рост барои Амира, аз тарафи дасти чап барои Нурия. خب даври дуюм ин мукаммал кардани ҷумлаҳои грамматикӣ мебошад. Дар монитор ба шумо яъне ки 10 ҷумла пешниҳод карда мешавад ки як қисмати он партофта шудааст. даври сеюм бошад, дар монитор ба шумо як акси зебо пешниҳод карда мешавад ки онро бояд ба забони англисӣ тасвир кунем дар муддати 1 дақиқа. шарто ба шумо фаҳмост? Бале. шарто низ ба шумо фаҳмост? Агар фаҳмо бошад, пас шурӯъ мекунем. аз калимаи санкрим то калимаи ҳотел барои Амира. аз калимаи рак то калимаи си барои Нурия. яъне ки ин калимаҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунем. пас шурӯъ мекунем аз Амира. Sun-cream, креми офтобӣ. New Новый. ба забони тоҷикӣ. Нав. Bet. خب ترجمه اون رو نمیدونیم به زبان تاجیکی. کلمه دیگر wonderful day. روزی نغز. روزی نغز. روزی نغز. wonderful اولی جنوب، یعنی که روزی اولی جنوب. ice lolly. یخک. یخک. don't forget. از یادت نبرار. از یادت نبرار. bucket. ساتیل. ساتیل. holiday. استراحت. استراحت، یعنی که تعطیل. spade. لپته. توجیکی به زبانی توجیکی یعنی که بیل. هتل. اتل. به زبانی توجیکی مهمانخانه. مهمانخانه، یعنی که امیرا کلمه ها را ترجمه کرده میتوانند بیشتر به زبانی روسی، یعنی که با اصطلاح روسی اون کس میتوانند که ترجمه کنند، اما با زبانی توجیکی کمی دشواری دارد. یعنی که بیشتر آفرین میگوییم تنها کلمه بیت ترجمه نشد و دو کلمه با اصطلاح زبانی روسی، 7 کلمه با زبانی توجیکی. خیلی خوب، میگذاریم با نوریه. نوریه کلمه راگ. راگ قلین. قلین. جگ. وازه نمیشود و با وازه مانندی دارد. بانکا. بانکا، یعنی که بانکا نمیشود. خب میگذاریم با کلمه دیگر. لاولی. любимый. نه نمیشود. میدونیم یعنی که لاولی زیباست. نگاه که میگیم لاولی، بله از کلمه لاو دوست داشتن، لاولی و که کلمه لوبیمی نمیشود، یعنی که دوست داشتنی میشود، یعنی که زیباست. خب سام. سام. یعنی که اگر در پشت نظر کنیم 1 plus 6 equals 7، یعنی که 7 it is سام. سوما. سوما. خب wonderful. زیبا. زیبا یا که عالی جناب. forget. ایساد برآوردن. فراموش کردن. خب clean. تازه کردن. تازه کردن. here. درم اینجا. درم اینجا. from. از. see. دیدن. دیدن. خب نوریا نیز این چنین با بعضی کلمه ها با زبان تاجیکی دشواری داشتند، اما تنها کلمه جگ رو ترجمه کردن نتوانستند، دیگر آنها رو با بعضی کلمه های روسی ترجمه کردن. یعنی که در دوره اول یعنی که هم امیرا و هم نوریا برابری هستند، یعنی که برادری و برابری است. خب بیشتر حرکت میکنیم دخترها که با اصطلاح تاجیکی، یعنی که با زبان تاجیکی زیبای خودمون ترجمه کنیم که دانستن زبان خوب است، اما دانستن زبان خود این چنین بهتر است.
میگذاریم با دوره دوم. خیلی که شما آگاه شده در دوره اول هم امیرا و هم نوریا برابری و برادری انتخاب کردن، یعنی که یک کلمه نوریا ترجمه کردن توانستند و یک کلمه امیرا ترجمه کردن توانستند. بعضی کلمه ها را امیرا با زبان روسی ترجمه کردند، بعضی کلمه ها را نوریا با زبان روسی ترجمه کردند. یعنی که در دوره اول برابری است. میگذاریم بعد دوره دوم. خیلی که شما آگاه هستید دوره دومی ما این مکمل کردن جمله ها می باشد که در مانیتور به شما 10 جمله گراماتیکی زبان انگلیسی پیشنهاد کرده می شود که یک قسمتی آن پرتافته شده است و قسمتی آن را باید مکمل کرد. یعنی که بدون دانستن گراماتیک ما آزاد صحبت کرده هم نمیتوانیم. یعنی که دانستن کلمه خوب است اما گراماتیک نیز ضرور است. Question number 1. I on holiday here. M is a element. جوابهای شما، جوابهای خود را در ورقهای در نزد خود بوده می نویسیم. تنها جواب را نویسین. اگر A را انتخاب کنیم A، B را انتخاب کنیم B، C را انتخاب کنیم C. تنها جواب خود را نویسید. خب نوریا، جواب شما؟ جواب من این A می باشد. یعنی که I am on holiday here. همین طور؟ بله. بله. خب جواب من A می باشد. امیرا، چرا از is استفاده نبرده؟ میتونیم بگیم که I is on holiday here. نه. برای که ما is فقط در he she it استفاده برده میتونیم. در I you they با دیگران I اگر که برای مختمون گفته است باشم I am استفاده میبریم am. یعنی که آفرین تو میگم، یعنی که شما خوب فعلی تو بی رو تصویر کرده میتوانید. یعنی که خوب از عهده تصویری فعلی تو بی برآمدند. آفرین. Well done girls. Your choice is perfect. When we talk about ourselves, we say what? I am. I am on holiday here. Great job. We go to question number 2. Question number 2. The beach lovely. M is our end. جواب شما؟ جواب شما امیرا؟ جواب من B. یعنی که the beach is. جواب شما نوریا؟ جواب من C. جواب شما C. یعنی که the beach are. بله. خب چرا نوریا شما the beach are را انتخاب کردید؟ The beach are lovely نشد که در امیر yes. برای که ما وقتی که ما زی استفاده میبریم این بسیار چیز میشود، برای همین ما استفاده میبریم. شما اینکه انتخاب کردید the beach is. من просто تقریبا کردم زمیت نکردم زی. اوجا باید تنها they نه باید they هست، ارتیکلی they هست. The beach are lovely. اینه که شما جوابی خود رو عوض کردنی هستید امیره؟ بله. عوض کردنی؟ برای چی؟ دوجا بسیار تنهای بسیار نستن برای همه دوجا زی نستگی هستند. در ایز تنها اسمی تنها استفاده میشه. اسمی تنها استفاده میشه، برای همه دوجا ایز نوشته میشود. یعنی که شما جوابی خود رو عوض کردید؟ بله. یعنی که میگن که the beach is. بله. آها. The beach are lovely. The beach are lovely. امیره شما جوابی خود رو چرا عوض کردید؟ من نمیدونم. چون که جوابی درست رو اول انتخاب کردید و پس آن فکر خود رو تغییر دادید. اگر نوریا باشد اول جوابی نادرست رو انتخاب کرد و پس آن درک کرد که جوابش خطا هست و جوابی درست رو انتخاب کرد. یعنی که جواب نوریا درست است و جواب شما نادرست است. یعنی که the اینجا تنها یک ارتیکل است، ارتیکلی معینی است که معین کرده است که همین ساحل، یعنی که همین ساحل را در نظر دارد یا که ساحل را در نظر دارد، به همین خاطر the beach. The beach خیلی که گفتیم شکلی تنهاست، ما استفاده میبریم چی؟ is. یعنی که سوال سیوم I got a new bucket and spade. یعنی که جواب ها have, has got یا که haves. اگه جواب های خود را انتخاب میکنیم. یعنی که دانسته باشد که
اگر شما همون قدر بیشتر کلمه دانید و گراماتیکا رو خوب از بر نکنید اینجوری شما آزاد صحبت کرده نمیتونید. یعنی که when we want to speak English fluently we have to know both of them, vocabulary and grammar. خب جواب شما نوریه. جواب من A می باشد. جواب شما A می باشد. بله. جواب شما جواب منم A می باشد. have است. بله. Good job. Your choice is correct. I have got a new bucket and spade. هنگامی که ما میگیم که I, we say what? Have. خب میگذاریم با سوالی چهارم. He got a new rug. جوابهای خود را انتخاب میکنیم. جواب شما امیره؟ جواب من B. جواب شما B. He has got a new bike. جواب منم B می باشد. جواب شما نیز بی می باشد. چرا امیره از وریانت C انتخاب نکردم، یعنی که he has got انتخاب نکردم؟ برای آنکه در اونجا گات نویسندگی برای ما دوبار نویسنده نمیتونیم گات، برای همین بی ما استفاده میبریم، فقط has. He has got a new rug. Well done. یعنی که در نقطه سنجی خیلی خوب هستند. یعنی که در جمله که گات نوشته شده است ما گات رو دوبار استفاده برده نمیتونیم. آفرین girls. یعنی که جواب شما کاملا درست است. He has got a new rug. یعنی که جواب مکمل است. میگذاریم با سوالی پنجم. Question number 5. The sea is blue, clean here, but so and or. انتخاب میکنیم. هنگامی دو جمله یک جا کردن با ما یعنی که linking words لازم است. کلمه هایی که جمله ها رو پیوست میکنن، یعنی که پیوندک لازم است. یعنی که دانستن پیوندک ها این چنین مهم است. نوریا جواب شما؟ جواب من C می باشد. یعنی که از end انتخاب کردید. بله. جواب شما میره؟ جواب منم C می باشد. یعنی که end. چرا بط رو انتخاب نکردیم؟ بحر کبوتر لیکن چیز تازه است. تازه هست. یعنی که اینطور گفته نمیتونیم. برای همین ما end استفاده میبریم. Very good. یعنی که شما خوب درک کردید که ما در جمله یک خیلی یعنی که از بط استفاده برده نمیتوانیم. یعنی که ما هنگامی که میگیم که هم کبوت هست و هم تازه هست ما از کلمه و استفاده میبریم، یعنی که end. یعنی که کاملا جواب ها درست هستند. میگذاریم با سوالی ششم. I can see the sea my room. جواب شما میره؟ جواب من این می باشد. یعنی که این می باشد. جواب شما؟ جواب منم این می باشد. خب چرا از اون استفاده نبردیم؟ برای آنکه وقتی که اون باشد نه در درونی خانه‌اش و در بالای خانه‌اش میشه، این در درونی خانه‌اش میشه. اما اگر جمله را نظر کنین من میتوانم دیدن، یعنی که کلمه به کلمه ترجمه کنیم، من میتوانم دیدن بحر رو در درونی خانم، یعنی که من میتوانم بحر رو بینم در درونی خانم. اینجا دخترها پای نبردن که در آنجا فعل است، یعنی که I can see میتوانم بینم. در این مورد فکر کردن در درونی خانه، درست فکر کردن در درونی خانه این در روم است، اما اینجا میگوید که من میتوانم بینم، من دیده میتوانم از اتاقم. یعنی که از کجا؟ از اتاقم، یعنی که تلویزیون را کشیدم من بحر را دیدم. So that's why we can say I can see the sea from my room. یعنی که اینجا هر دوی دختران غلط کردن. میگذاریم با سوالی هفتم. I can swim here to very really from. جواب شما؟ یعنی که دانستن ظرف ها نیز در زبان این مهم هستند. یعنی که ما هم ظرف داریم هم صفت داریم در زبان، یعنی که در تمام زبان ها ما ظرف داریم و صفت داریم، اما در زبان انگلیسی نیز این چنین ما داریم ظرف، یعنی که به استفاده آنها جمله ما مکمل نمی شود. جواب من A می باشد. تو. بله. خب جواب شما میره؟ جواب من C می باشد. یعنی که در اینجا I can swim here too. هم. یعنی که به اصطلاح روسی توجه. یعنی که really در حقیقت، یعنی که خیلی، اما really پیش از فعل بیشتر استفاده می شود
نه در آخری جمله. بگذاریم با سوال هشتم. Is your brother? He is here next to mom. What, when, where, which. کلمه های سوالی اینچنین دانستنی اونها و کی در کجا استفادهشان مهم است. جواب شما میره؟ جواب من سی where. Where. جواب شما؟ جواب منم سی می باشد. Question 8. Where is your brother? He is here next to mom. یعنی که برادرت در کجاست؟ در همینجا در پهلوی مادرم است. خیلی خوب است. میگذاریم با سوال نهم. Are birds over there? These, this, those, that. جواب شما. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns we use when we point to object which is near us or which is far from us. جواب شما میره؟ سی. یعنی که those. جواب شما؟ جواب منم سی می باشد. یعنی که those. خب نوریه، چرا شما those رو انتخاب کردید و از دیگرهایش رو نه؟ برای آنکه در اینجا اشیاء بسیار می باشند و یا در دوریان در پیشی نیستند. اگر در پیشی می باشند ما زیست می تونیم استفاده بریم. و یا لیکن در دوریان برای همین ما زوز استفاده می بریم. Great job. اگه آفرین خوب فهمیدن و درکی بالا دارن که فهمیدن که اینکه دوری هستند، هنگامی در دوری بودن ما استفاده میبریم از کلمه those و این چنین درک کردن که اینجا شکلی جمع هست، یعنی که شکلی بسیاری است. Good girls. جواب شما کاملا درست است. Well done. یعنی که میگذاریم با سوال آخری این دوری برنامه، یعنی که سوال دهمی ما. سوال دهم. Are birds here? These, this, those, that. جواب شما؟ جواب من زیست می باشد. This یا که these؟ These. A یا B؟ A. A. یعنی که تلفظی درست باید دیم. These. جواب شما؟ جواب منم ای می باشد. ایسر. جواب منم ای می باشد. یعنی که these. چرا از these استفاده بردیم؟ برای آنکه ما پرنده هامون بسیار است، لیکن در پیشمون در پیشمون اگر در دوری می بود ما میتونستیم زاوس استفاده بریم، لیکن آنها در پیشمون برای همین ما زس استفاده میبریم. These are birds here. Very good girls. You explained well. You know demonstrative pronouns very well. یعنی که دخترها از دانشی که در باره demonstrative pronouns جانشین های اشارتی دارند خیلی خوب میفهمند. آفرینتون میگویم. اینجا رسیدیم به پایان دوره دومی برنامه امروزه هپی استپس. در دوره دوم یعنی امیرا 2 خطاگی بیشتر کردن از نوریه، یعنی که امیرا 3 خطاگی کردن، نوریه 1 خطاگی کردن، یعنی که نوریه 9 جوابی درست دادن، امیرا 7 جوابی درست دادن. به همین خاطر در دوره دوم یعنی که نوریه دست بالا هستند، یعنی که پیش صفتر هستند. میگذاریم با دوره سیوم. دوره سیوم در مانیتور به شما یک عکس پیشنهاد می شود که آن را باید به زبان انگلیسی در مدت 1 دقیقه in 1 minute you have to describe it. شروع میکنیم از نوریه. نوریه آماده این؟ بله. پس شروع میکنیم. This boy climbing on the slide. And this woman with her daughter. These are flowers. Flowers so beautiful, and these are green trees. These are a lot of green trees, and this is a bike. This is a balloon. These are toys. This girl
say this boy give me my doll. This is dog. This is dog. Run and he eat carrot. Tamam. Ballet. That's all? Okay. So, Nuriya, you said some sentences, but all the sentences had grammatical mistakes. So, after when Amira describes the picture, then I explain you where were your mistakes, okay? These kids play with butterfly and dogs run running and girls and boys. It's a sunny day and I see beautiful flowers and children, boys and girl arguing, says give my doll, and this is bike. I see a wonderful day. I see food and toys. من میتونم یه بار دیگه گفتن چی در اونجا میشه. Okay. This man wearing orange t-shirt and he wearing green trousers. This grass is green. These are boys and girls going. Girl said, "Give me my doll." Cat play with butterfly. These are foods, and this slide is yellow. баъзе калимаҳоро тарҷумаҳо шояд дониста мегӯед, аммо грамматикае ки медонен истифода намебаред. ҳангоме ки мо ягон чиз дар ягон ҷо вуҷуд дорад ё воқеъ аст, мо аз кадом грамматика бояд истифода барем? There is, there are. ҳангоме ки мо мегӯем ки дар он ҷо гулҳои зебои бисёр ҳастанд, There are a lot of flowers. Beautiful flowers. Eğer ki cümle şunu kadar خوشرو شده. There are a lot of beautiful flowers. There are a lot of beautiful flowers. اما اگر درختان رو میبینیم، درختان سبز رو. They are lots of green trees. الان نگاه کنید چقدر گراماتیکا شد. یعنی که ترس رو میمونیم گراماتیکایی که ما استفاده میبریم و جمله میسازیم. یعنی که آفتاب در اونجا آفتاب میدرخشد. هوا آفتابی است. شما خوب گفتین که هوا آفتابی است. It is sunny. درست است. یعنی که آفتاب میدرخشد اگر گوییم There is the sun in the sky. in You the mean sky. there is a sun in the sky. Yes. یعنی که the sun is in the sky. اگر که میدرخشد گوییم چی گوییم؟ The sun is shining. Yes, shining. Можно еще сказать glows in the sky. Yes, there are clouds in the sky. Yes. هنگامی که شما گفتید که جمله رو یعنی که پسر بچه با لغزک بازیان مثل سلاید گوییم در اینجا برآمده ایستاده است. شما باید استفاده برین از آن که the boy is یعنی که is رو استفاده نبردیم. The boy is climbing the slide. یعنی که تنها در اینجا یک تا رو میبینیم the slide. در این دوری برنامه یعنی که در دوری describe the picture
هر دوتون برابری هستن، یعنی که گراماتیکا ها رو خوب هر دو استفاده نبردن، یعنی که برابری میگوییم. یعنی که در دور اول و در دور دوم دخترها برابری هستند، اما در دور دوم باشد نوریا با 3 جواب درست، با 2 جواب درست از امیره پیشرفت‌تر بود. در برنامه امروزه هپی استپس نوریا دست بالا می باشند، یعنی که غالب امروزه برنامه ما نوریا می باشند. راه افتادن همیشه امیره بیشتر تکرار میکنیم و در برنامه آینده ما اشتراک ورزیده دست بالا میشویم. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه هپی استپس. تا برنامه های نوبتی هپی استپس خانواده پیروز بمونین. بای.